سلام. اخیراً حماس 2 کلیپ رو منتشر کرده از نابودی خودروهای زرهی اسرائیل با استفاده از یک راکت ضد تانک جدید. تو کلیپ اول، نیروهای حماس با بهره برداری از شبکه تونل‌های زیرزمینی به یه نفربر زرهی اسرائیلی کمین میزنن و با راکت اون رو مورد هدف قرار میدن. این راکت که یاسین نام داره، مشابه راکت PG-7VR روسیه است که برای شلیک از راکت انداز RPG-7 ساخته شده. اما نسبت به بقیه راکت‌های RPG-7 توانایی نفوذ بسیار عمیق‌تری رو تو زره داره. به علاوه به علت 2 مرحله بودن کلاهکش، میتونه از زره واکنشگر هم عبور کنه. تو کلیپ دوم که حتی از اولی هم جالب‌تره، دوباره نیروهای حماس با استفاده از تونل به تانک‌های اسرائیلی کمین میزنن. یکی از نفرات حماس با یورش به سمت یه تانک مرکاوا اسرائیلی، ماده منفجری رو زیر برجک اون تانک قرار میده که باعث از کار افتادن سیستم دفاع فعال تروفی میشه. بعد از غیرفعال شدن سیستم تروفی تانک‌های مرکاوا، با استفاده از همون راکت یاسین، تانک رو که حالا آسیب پذیره مورد هدف قرار میدن. چیزی که باعث موفقیت حماس تو این حملات بود، در واقع راکت یاسین نیست، بلکه تونل‌هایی بودن که باعث غافلگیری و کمین خوردن نیروهای اسرائیلی میشدن. و اگه همین عنصر غافلگیری نبود، احتمالاً نفرات حماس به سادگی مورد هدف گلوله زره‌پوش‌های اسرائیلی قرار می‌گرفتن.